زنی یکم روزی نباشه زنی دوم بگیریم جایزه. برادر عزیز شما من گفت زنی که کدام زنی یکم اجازت میده که مردکش شوهرش زنی دوم بگیره. کدام همه خیلی زنی جنتی وجود داره. یگان زن خیلی اجازت نمیده. اگر اجازت به اختیاری زنی یکم باشه اونها هرگز شما را اجازت نمیدن. شریعت شما را اجازت میده. خداوند شما را اجازت میده که زنی دوم بگی. این در صورتی است که تو توانی مالی داری. تو میتوانی دو زن خوردن و پوشیدن و جای خوب تامین کرده میتونی. اگر توانی مالیت خوبه میتوانی که دو زن سه زن بگیری. شریعت اجازت میده با شرطی که در بین اونها عدل انصاف جاری بکنی. خداوند هم میفرماید فإن خفتم الا تعدلوا فواحده. اگر شما میترسی که در بین دو زن و سه زن عدل کردن نمیتونه پس یک زن بگیره و حقوق او را ادا بکنه. اگر واقعا مردهای باشند که در بین دو زن و سه زن عدل کرده توانند عدل انصاف جاری بکنن هیچ زنی یکم مثلا پروتیف نمیبره که شوهرش یک زنی دیگه بگیره. برای که مثلا عدل انصاف بسیاری مردها هم یکم زنش شروع نگاه نمیکنه. یکم زنش میگیره میپرتوید دم یگون ارسی دیگر را میگیره و خور و زور میپرتویشون. پس چگونه خیلی مردها دا اجازت میشیده که زنی دوم بگیرن. زنی دوم سوم برای همون نفرایی هسته که میتونن عدل بکنن در بین دو زن و سه زن عدل انصاف جاری بکنن. حقوق زنه که پایمال نمیکنن. برای خیلی مردها اجازت است. ولی برای آدمی که حق زن همون یکم ادا کردن نمیتونه زن گرفتنش جایز نیست. زن یکم گرفتنش جایز نیست. میفهمی؟ همون یک مردی که نون و نفقه یک زن حتی گرفته دادن نمیتونه یک زن تامین کردن نمیتونه میدونه که من زن بگیرم حقوق زنک پایمال میشه همون یک زن هم گرفتنش براش جایز نمیشه.